سال بسته شدن مکاتب و دانشگاه بر روی دختران تا اطلاع ثانوی. آغاز 5مین سال تحصیلی زیر حاکمیت طالبان باز هم بدون حضور دختران. در تمام ممالک اسلامی دختران و زنان حق حضور در مکاتب و دانشگاه را دارند، اما در افغانستان پس از گذشت 4 سال تعویق دختران هنوز نتوانستند در مکاتب حضور پیدا کنند و به تحصیل خود ادامه بدند. میشنویم از فرهناز احمدی که پس از بسته شدن مکاتب از تحصیل باز مانده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من فرهناز احمدی هستم، یکی از دخترانی که از مکتب باز مانده ان. همسن سال ما دختران زیادی هستند که باز مانده ان از مکتب. صنف 11 مکتب بودم که طالبا آمدن و مکاتب را برای دختران بستن و هر سال ما به امید ازی هستیم که دوباره مکاتب برای دختران باز میشه و همیشه مکاتب برای دختران بسته شده و ما هر روز که میگذره امید ما را کم کم از دست میتیم دیگه. هر سال که سال نو میشه ما متلزی هستیم که مکاتب باز شود ولی باز هم باز نمیشه و از سازمان ملل تقاضامندیم تا به دختران افغانستان کمک کنند تا بتونن به درس های خود ادامه بدهند.